یک، اعراب سید ندارن. دو، سید مال ایرانیاست. سه، سید به کسی میگن که حتما مادرش میرسه به بیبی شهبانو، یعنی مادرش باید شاهزاده باشه. پس سید فقط شاهزاده است. قدیم ها به شاهزاده اینا میگفتن سید. آقا سیدن یعنی سرور ما، همه تعظیم میکردن، همه احترام میذاشتن. پس باید باباش حتما به حسین علی برسه. اگه به حسن برسه سید نیست. این سید مورد نظره که ایرانی‌ها لقب مال ایرانیاست دیگه دادن نیست. و مادرش حتما برسه به سجاد، یعنی به یه دختری یزدگرد سوم که بچه شهر ری بوده. یعنی حالا اگه شاهزاده‌ای از ری استارت بزنه داستانو، یعنی از شهر ری، چون بچه شهر ری دیگه، سید حتما به بچه شهر ری باشه، مال ری باشه. این جمله‌ای که میگفتش که علی ابن ابی طالب گفتش که شما گندم ری رو نمیخوری بیا، میفهمی؟ ری خیلی مهم بوده اون موقع. برای چی